درود دوستان، خیلی مخلصیم. من محمد رضام. اومدیم با هم دوباره یه چند تا بتل بزنیم. یه 200 تا منفی زدم. خیلی بچه ها چه دکای عجیبی میارن. مینی پاکا چقدر باف شده. 2 تا میزنه به والکری، والکری میخوابه. با همین ترکیب پلی میدیم. البته ما هم یه دونه اولوشن نداریم. یعنی این ترکیب من ماسکش اولو بود که الان ماسک هیرو خیلی جواب داره. امیدوارم بتونیم هرچه سریعتر یه دونه کارت از این ستا رو اولوشن کنیم که خیلی کمکمون میکنه. تاورمون هم میتونیم 16 کنیم، منتها باید اول کینگ تاور 16 بشه. بچه ها بریم بتل رو شروع کنیم. لایک و کامنت یادتون نره. لطفا روی دکمه سابسکرایب کانالم بزنید. ما هدفمون 50 سابسکرایب برای شروع لایو استریم ها. بریم اولین بتل رو داشته باشیم. ایشالله دوباره مثل همیشه یه دونه میری پکا رو نندازن جلوی ما. همه دارنش، مگه میشه؟ خیلی زدم است. بریم سریع برای یه دونه حمله هوگایس اسپریت، یه حمله خوب. همه ماشاءالله تورنیدو. اشکال نداره دیگه، ما هم ترکیبمون حتما یه جور ضد اون است که اصلا امکان نداره. اینجا سریع یه دونه ماسک میریم، ماسک رو میریم، ابیلیتی رو میزنیم. وای ببین مینی پکا رو همه دارن، مگه میشم چین چیزی؟ ای خدا، دیوونه میشم دست مینی پکا. اینجا والکری رو بچه با بندازیم. کنونمون هم داره دمیج میخوره. لاهرجک هوشمندانه رفت، ولی منم ماسک و حواسم بود اون ور بذارم. دکا معمولا تش یه چیزی ول میدن اون ور. نگاه کن الان چی کار کرد انقدر به من دمیج داد. خدا وکیلی. 60 تومن نمیده. مینی پکا، مینی پکا. ابیلیتی رو نمیزنیم. اونجا تورنیدو رو خراب کرد. اینجا با یه دونه سه اسکلت دفاع میکنیم. اونم یه دونه چک بزنه اصلا انگار داره نمیدونم دشمنش میزنه. چقدر چک زنه. پویزن سری، پویزن سری. یه دونه آیس اسپریت برای سایکل. والکری با هوگ میتونه الان یه دونه حمله خفن رو به من بده، منتها ریسکیه، خیلی ریسکیه. نه تاوه رو گرفتیم، ولی خب دفاع سختی در پیش داریم، بسیار دفاع سختی در پیش داریم به خاطر وجودمون مینی پکا. لامبرجکش هم احتمالا بله میندازه. اینجا یه دونه سه اسکلت، آیس اسپریت، والکری، پویزن. اینجا سریع ماسک دیگه باید برسه. سه اسکلت. مرسی دفاع، مرسی دفاع، مرسی دفاع، مرسی دفاع. تا صبح بریز، تا صبح کارت بریز، زب بزن، فوش بده، فایده نداره. اینور یه دونه هوگ میریم، فکر حمله نکنه دوباره. بله مینی پکام اونجا اسکل هوگ میشه. یه پویزن، یه لاگ. من همه اکسیرامو خرجت میکنم داداش، تمام. بچه ها اولین اولین ویل تقدیم نگاه زیباهتان. بریم برای بتل بعدی بدون معطلی. لطفا حمایت کنید دیگه، ما داریم زحمت میکشیم، ما داریم مایه میذاریم. هارو، هارو اسمه من کجاییه؟ خیلی شکل کلن رو به رنگ بلژیک در آوردن. اوه اوه اوه، فکر کنم هوک سایکله که به جای کنون تسلا آورده. این همه اکسیر خرج کرد، چجوری همچون چیزی ممکنه؟ لاگ، کنون، تمام. مرسی، مرسی. ما باید برای غافلگیری الان یه دونه هوک دستمون می بود. بله اینجا هوک رو حمله رو میریم با هوک.
یه دونه به چرخ نوکرتم هستم. دمت گرم فعلا. یه دونه هم تو به چاق. دمت گرم. خب اینجا اسکلت ها رو میذاریم. منم خستم. آیس اسپریت سریع عمل میکنیم که کنون برسه به دستمون. کنون رو داریم الان. نمیگی از اونجا هوگ پلی میدی من نمیذارم دیگه تا برم اسپل بخوره دیگه. الان تو چجوری میخوایی دفاع کنی منو؟ بریم یه دونه حمله آیسکالمو مثلا بندازی چیکار کنی؟ اونور دمیج خوبی میخوری داداش. یکی دیگه برس بزن. نه حیف. زهر ما. اینجا بچه ها الان هوگش خطریه. باید با والکریه و دفاع کنم. اون لاو زد. چجوری هوگ از یه متر عقب‌تر منو زد؟ خار داره. یه دونه ماسک اینجا. ول کردی؟ خب برای چی هستن اونجا انقدر زار میزدی داور بگیری؟ ول میکردی دیگه. وقت منو و بچه ها رو نمیگرفتی عزیزم. منم باید یه وایتی بذارم حداقل مردم بذاره شعورشون بکشه وقت نگیرم. مرسی بچه ها. این هم وین دوم. هارو رو پارو کردیم ها. اصلا مثل بلدوزر عروش رد شدیم. سه یارو ول کرده یه جای دیگه ببر. ببینیم چی میدی جایزه. گلد بد نیست. بده یه چیزی رو موزشون ای بابا 8000 تا گلد میخوام چیکار کنم. بریم بچه ها بتل بعدی. یه دو تا بتل دیگه براتون وین بگیرم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. او ایس اسپریت سریع. امیدوارم تورنیدو نکنی. تورنیدو میکنی؟ نه مرسی. چه آیس اسپریت تمیزی. بچه اینجا باید ماسکو بریم احتمالا چون بالون بیاد. خب نه ما این لامبرجک رو دفاع میکنیم. اینجا ماسک رو ول میکنیم. یعنی شرایط هم جوری نیست که بخوایم ابیلیتی بزنیم. بله اصلا جوری نیست که بخوایم ابیلیتی بزنیم. کنون میکاریم. یه پویزن سر پل میکاریم. مرسی مرسی. لاگ میزنیم. هیچی 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 به هیچی. مرسی. پویزن رو عشق کردید خدای خیلی. تورنیدو هم داشت دیدی. میگم همه هم مینی پکا دارن هم تورنیدو دارن. فقط انگار میان که هوگو دفاع کنن. یار الکترو بیزار. یکی دیگه بیزارد. مرسی. اینجا سری چرخش کارت هم در نظر میگیریم چون فقط والکری مونه روی. یه دونه کنون اینجا میکاریم که سری بعدی بخوایم جاینتش رو با طول ماسک دفاع کنیم. اگر کنون هنوز تو دستمون سایکل نشده باشه یه هوی میریم بچه ها. مرسی مرسی. آیس اسپریت خیلی خوب. اینجا احتمالا تاورش میفته اگه ول کنه. بله تاور رو گرفتیم. دفاع سختی داریم. دفاع خیلی سخته. سایکل سایکل سایکل. ماسک پویزن لاگ. ای وای طول ماسک هم نتونستیم استفاده کنیم و شما رو به خیر و ما رو به صلابت. مرسی دفاع مرسی دفاع. من دیگه مگه به تو تاور میدم جیگر؟ پر کن تا صبح پر کن. اگه من به تو تاور دادم والکری کنون پویزن 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 پویزن. مرسی. اینجا یه دونه لاگ میزنیم. تمام. ایزی ایزی ایزی. نو دمیج. دیگه چیزو بده قبضو بگیر. این ماسک هم میکاریم حداقل یه 2 ستاره بگیریم.
ها، به هر حال شما دارید نگاه میکنید ارزش داره دیگه، وگرنه خودم که حوصله ندارم بی خیال میشم. ولی شما عشق منید، شما هم حمایت کنید ما رو، جیگرتون رو بخورم، بریم بتل بعدی رو هم بزنیم به امید خدا. اینم وین میکنم براتون. 9 ساله داری پلی میدی، انت سرویس. همه بر ما قدیمی شدن. یه دونه بچه ها از چپ هیچ، بچه ها یه دونه کنون میکنیم. ترسناک شده ترکیبا، آدم واقعا وحشت میکنه. بابا آدم باشید بیبی، و تو الان بیبیت ایو باشه من باید چیکار کنم؟ بگی رو بیبی. مرسی مرسی، دمیج نمیخورم، حتی امکان دمیج نمیخورم. یه هوک سری میریم راست، اینجا طول ماسکو استفاده میکنیم، اینجا حداقل گالمو یه دمیجی بدیم. ولی خب به نظرم اشتباه کردم، اینجا خیلی میتونه خطرناک باشه. ماسک رو باید بکاریم. اینجا دفاع رو فکر میکنم تکمیل کردیم خدا بخواد. بله مرسی مرسی، ماسک با غیرت. کارت این خفنتر وجود نداره. یه دونه هوک راست. بله مرسی، اونجا دمیج باید بدیم، اونجا باید دمیج بدیم. اینو ول میکنم، اینو ول میکنم. بعدش یه دونه میزنه. والکری رو میکارم، والکری رو ول میکنم چون اکسیر بازم باید خرج کنه. اینجا طول ماسک رو از ته پلی میدم، امیدوارم لایت نداشته باشی. خدا وکیلی 100 تومن میدم لایت نداشته باشی. باشه اینجا 3 اسکلت پوست اون گالمو میکنه. بله اینم از لایت. سری میریم برای حمله. ماسک رو اینجا میکاریم، تاور حریف رو میجویم. حالا بیا تاور بگیر از من جیگر، بیا حالا همن تاور بگیر، حالا بیا همن تاور بگیر تا صبح میگم. بیا همن تاور بگیر، لاگ بزن، فش بده. ده نه دیگه، اینجا یه آیس اسپریت میکاریم میریم برای هوب و یه دونه سه اسکلت. اینجا پویزن رو هم میزنیم که اونجا یه مقدار دفاع رو هم انجام بدیم. یارو فکر نکنه باید. خب اونجا فکر کنم سه کردیم، سه کردیم، سه کردیم، سه کردیم، سه کردیم. داداش گالمو از سر پل پلی بدی اونجا برات ابیلیتی ماسکو میزنم، تاور وسطت هم میجوام. بچه ها دمتون گرم، عشق منین. تو خود حمایت بکنید دیگه. اصلا سطح ویدیوها رو دارید میبینید دیگه، دارم گالم براتون میزنم لذتشو ببرید. فقط این مینی پکای یه ذره اذیتمون میکنه که اونم سعی کردم چون شما دارید نگاه میکنید پوستاشونو بکنیم دیگه. این ویدیو هم بدون لوز تقدیم نگاه زیبایتون. دوستتان دارم. فعلا